آیا می‌دانستید کوچکترین استخوان بدن انسان در گوش او قرار دارد؟ آیا می‌دانستید انسان در 500 سال اخیر باعث انقراض بیش از 300 گونه حیوان شده؟ آیا می‌دانستید استفاده از هدفون باکتری‌های موجود در گوش را تا 30 برابر افزایش میده؟ آیا می‌دانستید وقتی صورت افراد رو تشخیص میدید از سمت راست مغزتون استفاده می‌کنید؟ آیا می‌دانستید شانس شبیه بودن اثر انگشت 1/6 میلیارده؟ آیا می‌دانستید استرس تا 5 برابر ایمنی بدن را پایین میاره؟ آیا می‌دانستید طول زرافه متولد شده حدود 2 متره؟ آیا می‌دانستید طولانی ترین خیابان جهان خیابان یانگ در تورنتو کانادا است که طولش 1896 کیلومتره؟ آیا می‌دانستید لاشخورها قادر به دیدن یک گوش کوچک از ارتفاع 4 کیلومتری هستند؟ آیا می‌دانستید مردمک چشم اختاپوس مستطیل شکله؟ آیا می‌دانستید فلامینگوها میتونن زانوهاشون رو به عقب خم کنن؟ آیا می‌دانستید حلزون‌ها میتونن تا 3 سال بخوابند؟ آیا می‌دانستید مار ناشنواست و صداها را از محیط اطراف خودش با استفاده از ارتعاشاتی که از زمین میگیره احساس میکنه؟ آیا می‌دانستید تمام زیردریایی‌ها رو با الهام از کوسه ها میسازن؟ آیا می‌دانستید حافظه ماهی قرمز فقط 3 ثانیه است؟ آیا می‌دانستید تنها قسمتی در بدن که خون نداره قرنیه چشمه؟ آیا می‌دانستید از بین رنگ‌ها رنگ سفید برگ زنبور آرامش بخشه و رنگ قهوه‌ای ناراحت کننده است؟ آیا می‌دانستید قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انسانه؟ آیا می‌دانستید 1 گرم سم مار کبرا میتونه 150 نفر رو بکشه؟ آیا می‌دانستید فقط قورباغه‌های نر غورغور میکنن؟ آیا می‌دانستید همه سیاره‌های منظومه شمسی به دور محور خود از سمت غرب به شرق میچرخند به جز سیاره زهره که از سمت شرق به غرب میچرخه؟ آیا می‌دانستید دانشمندان دریافتند که مورچه‌ها مثل انسان صبح هنگام بیدار شدن خمیازه میکشند؟ آیا می‌دانستید نازک‌ترین پوست بدن انسان را پوست پلک و کلفترین پوست بدن را کف پا دارد؟ آیا می‌دانستید سنجاقک‌ها 6 پا دارند اما نمی‌توانند راه بروند؟ آیا می‌دانید جنگل‌های آمازون نیمی از اکسیژن جهان را تولید می‌کنند؟ آیا می‌دانید مرغ‌ها با شنیدن موسیقی تخم‌های بزرگتری می‌ذارند؟ آیا می‌دانستید کوسه‌ها میتونن از طریق شنیدن ضربان قلب هم طعمه‌های خودشون رو پیدا کنن؟ اونا میتونن از فاصله 100 متری ضربان قلب یک جانور رو بشنون. آیا میدانید طول یک خرس قطبی در روزهای اول زندگیش کوره و بین 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بینایی کاملش رو به دست بیاره؟ آیا میدانستید مستر بین برخلاف نقشش خنگ نیست؟ اون مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آکسفورد رو داره و ضریب هوشی اون 178 در حالی که ضریب هوشی انیشتین 160 بوده. آیا میدانید مورچه‌های سرباز یکی از وحشی ترین ماشین های کشتار روی زمین هستند و میتونن 5000 تا حیوان را در طول یک روز شکار کنن؟ آیا میدانستید اگر لایه اوزون اطراف زمین وجود نداشت فقط 6 دقیقه طول میکشید تا به خاطر تشعشعات خورشید بدن انسان بسوزه؟ آیا میدانستید اگر میلیاردها تن مواد منفجره در فضا منفجر بشه بازم هیچ صدایی تولید نمیشه چون توی فضا هوایی برای انتقال صدا وجود نداره؟ خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که خوشت اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کن.